باغ بابر، یادگار 500 ساله کابلستان. باغ بابر مکانی تاریخی و دیدنی در مرکز کابل که یکی از مکانهای پر رونق و بازدید برای باشندگان پایتخت است. در این گزارش نگاهی می‌کنیم بر تاریخچه این مکان زیبا و تاریخی. محلی که باغ بابر در آن واقع شده است، در گذشته‌های دور قبرستانی پر از درختان ارغوان و نقطه مرتفع خوش آب و هوایی بود که به صورت طبیعی از آب بارندگی‌های موسومی مستفید می‌شد. در سال 1504 میلادی برابر با 833 هجری خورشیدی، ظهیرالدین محمد بابر از زادگاهش فرغانه یا سمرقند رانده شد و به مناطق شمال افغانستان امروزی پناه آورد. پس از آن وی به سمت کابل راهی شد و کابل را بدون جنگ به تصرف خود درآورد. وی تا سال 1526 میلادی در اینجا حکومت کرد و در این مدت اقدام به اعمار و احداث باغ و باغچه‌ها در نقاط مختلف شهر کابل و بعضی از ولایات افغانستان امروزی نمود. باغ‌های وفا، پغمان، شهرآرا، استالف و بابر از جمله باغ‌هایند که در زمان وی احداث شدند. اما امروز از این باغ‌ها تنها شهرآرا، استالف و باغ بابر باقی ماندند. باغ بابر یکی از قدیمی‌ترین باغ‌های کابل است که بخشی از تاریخ دور و دراز کابل را با خود حمل می‌کند. سالهای طولانی این باغ محل تفرجگاه فرمانروایان و شاهان مختلف بوده است. ظهیرالدین محمد بابر، بنیانگذار امپراتوری گورگانیان هند، در سال 905 هجری شمسی در هند درگذشت و جسدش ابتدا در شهر آگره هندوستان دفن شد. وی اما به خانواده‌اش وصیت کرده بود جسدش را به کابل برده و در باغ بابر دفن کنند. 10 سال پس از مرگ وی، بیبی مبارکه یوسفزایی، خانم افغانی وی، همراه با همایون پسرش بقایای جسد وی را به کابل انتقال داده و در مرتبه 14 باغ بابر فعلی دفن کردند. از همان زمان به بعد این باغ به نام باغ بابر شهرت یافته است. این باغ که در دامنه غربی کوه شیر دروازه کابل در ساحل راست دریای کابل، جایی که مشهور به گذرگاه است، واقع شده و از برکت موجودیت قبر بابر در داخل آن، من حیث یگانه باغ از تمامی باغ‌های زینتی کلاسیک کابل تا کنون به یادگار مانده است. وصیت بابر این بود که جسدش را بعد از مرگش به کابل انتقال بدهند و در باغی که خود انتخاب نمود دفن نمایند و بر فراز مرقدش عمارتی نسازند و محافظ بر مرقدش نگمارند. دیوارهای احاطه باغ بابر گویا بر اساس تقلید از ساختار باغسازی اسلامی احداث شده است که بر پیروی از اصول باغسازی کلاسیک اسلامی با دیوارهای مرتفع دارای دروازه‌های خشتی باشکوه محاط بوده است. بر اساس اسناد تاریخی، بعد از وفات بابر، نواسه‌اش جلال الدین اکبر در سفری بین سالهای 984 الی 921 هجری شمسی به کابل دستور اعمار دیوارهای احاطوی باغ را داده است. قبر مرمرین بابر در سال 1607 میلادی، زمانی که نورالدین محمد جهانگیر پسر جلال الدین اکبر مشهور به سلیم به حیث شاهنشاه بزرگ هند به کابل آمد، افزون بر آبادانی زیادی که در شهر کابل و داخل باغ‌های آن همت گماشت،
باغ بابر را نیز آرایش و پیرایش کرد و کوشید سر و روی باغ را صورت بهتری بدهد. وی شکوه عظمت دربار مغولی هند را در آن بازتاباند. وی به دور مقبره جد بزرگ خود احاطه کوچک مرمرین جالیدار از سنگ مرمر سفید احداث کرد و یک سنگ مرمرین را بالای سر مقبره بابر نصب نمود و شعری را که در وصف جدش سروده بود بر آن حک کرد. این شاهنشاه مغولی هند همچنان سفارش کرد که یک سایبان و یک مکان را برای نمازگزاران در پیش روی مرقد بابر و طرف غرب قبر بابر بسازند و امر کرد تا یک نرده مرمرین نازک و نفیس ساخته شده و بر فراز مرقد بابر قرار داده شود. باغ بابر پس از شاه جهان. باغ بابر پس از ختم سلطنت شاه جهان تا سال 1186 میلادی، هنگامی که تیمورشاه درانی پایتخت حکومت خود را از قندهار به کابل انتقال داد، برای 1.5 قرن به حال خودش دست ناخورده رها شده بود که تیمورشاه درانی این باغ را برای خانم مخولیش نواب گوهرنسا، یکی از وابستگان ظهیرالدین بابر، بخشید. در همین دور است که عمارت کاروانسرای باغ بابر که در پادشاهنامه از آن به چوکی مربع یاد شده است، رفته رفته به خرابه و طویله اسب‌ها تبدیل می شود. محجر مرمرین مرقد بابر شکستانده شد و از بین رفت. سقف کمانهای مسجد مرمرین بابر فرو ریخت. افزون بر این، حق آب باغ که از طریق بالاجویی تأمین می گردید، روز به روز کم شده و از شادابی باغ و سرسبزی آن کاسته می شد. قصر ملکه. امیر عبدالرحمن خان در قسمت کنج شرقی باغ برای حرمسرای خود قصر بزرگی را بنا نهاد که در زمان خودش به پایه اکمال رسید. این قصر به نام ملکه یاد می شود. حرمسرا یا قصر ملکه نمونه ای از قصرهای درخشان شاهانه نیمه دوم قرن 19 شهر کابل است. این قصر در جریان جنگ‌های 1992 تا 1993 میلادی کابل ویران شد و ملکه تمام هستیش را از دست داد و قصر تبدیل به ویرانه غیر قابل ترمیمی شد که بعدها توسط بنیاد آقاخان آن را از روی اسناد تاریخی بازسازی کردند. پس از مرگ عبدالرحمن خان، پسرش امیر حبیب الله خان این حرمسرا را برای مادر اندر بیوه‌اش بیبی حلیمه بخشید. این قصر در عهد سلطنت امان الله خان باز هم در دست بیبی حلیمه باقی ماند. در زمان حاکمیت امیر حبیب الله کلکانی این قصر تبدیل به سفارت آلمان شد و بعدها ریاست هتل‌ها در آن دایر و زمانی هم به حیث دیپوی اسلحه جزء محرمات گردید. برای آخرین بار در زمان ظاهرشاه لیلیه لیسه خوشحال خان به آنجا منتقل شد و محلقات زیادی برای طلاب آباد شد. سپس ریاست سارندوی وزارت معارف وقت این حرمسرای را در اختیار خود داشت. در سال 1351 هجری شمسی لیلیه خوشحال خان از آن خارج شد و این قصر متروک ماند. در زمان امیر عبدالرحمن خان افزون بر قصر ملکه، تعمیری که اکنون به نام پاولیون یاد می شود نیز ساخته شد که در قسمت بالای باغ موقعیت دارد. کاروانسرای باغ بابر. از کاروانسرای به نام چوکی مربع نیز یاد شده است. احاطه کاروانسرای در زمان امیر عبدالرحمن خان دستکاری شد و ملحقات جدیدی در آن آباد گردید
که از آن جمله بقایای خرابه یک حمام و چندین سوراخ بیت الخلا در دیوار احاطه باغ باقی مانده بود که پس از جنگ‌های داخلی توسط بنیاد آقاخان ترمیم شد. روایت‌های وجود دارد که در این وقت حویلی کاروانسرای مذکور به هر 4 سمت خود دارای اتاق‌های پنجره‌داری بوده که خادمین حرمسرای و محافظین باغ در آن بود و باش داشتند. کاروانسرای پیش از جنگ‌های دهه 70 خورشیدی به صورت کامل از بین رفته بود و هیچ اثری از آن باقی نمانده بود. در حال حاضر کاروانسرای تبدیل به بازار صنایع دستی افغانی شده است. این کاروانسرا 14 دکان دارد که در آن صنایع دستی از قبیل قالینچه، لباس‌های خامک‌دوزی، صنایع دستی ساخته شده از سنگ‌های قیمتی و نقرجات به فروش می‌رسد. باغ بابر پس از عبدالرحمن. باغ بابر در زمان امیر حبیب الله خان محل اقامت هیئت اعزامی ترکیه و آلمان بود که از طریق سرحدات غربی کشور برای جلب توجه دولت وقت در جنگ جهانی اول علیه انگلیس‌ها و روس‌ها به افغانستان آمده بود. در زمان امیر امان الله خان یک تعداد از انگلیس‌ها در این باغ سکونت داشتند. در زمان نادرشاه اما این باغ بر روی مردم باز شد و این باغ را مرمتکاری و دستکاری کرد. مرقد بابر و مسجد مرمرین شاه جهان